تو چی دردای؟ نخواه تاجر باشه حق مسلمان بخوری. و بنابراین بخاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن التاجر الصديق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین یوم القیامه. حدیث امام ترمذی. تاجری که در تجارت دروغ نمیگه، تاجری که در تجارت راستگویه، راست قوله، ببینید تهمت نمیکنه، زبانش تازه پاکیزه، به ذکر خدا مشتاق، دائم در تجارت هم باشه ذکر خدا میکنه، حقارت دشنام نمیکنه، دروغ نمیگه. در بخاری روایت میشه 3 طایفه در روز قیامت پروردگار به آنها خصم دارد. یعنی پروردگار که عزوجل در روز قیامت با آنها روز قیامت مخاصمه میکنن، این دشمنی آنهاست. یکیش کیست؟ گفت تاجر در تجارت دروغ میگن. دویمش تاجر در تجارت قسم به نام الله میخورد تا اینکه مردم باورش کنند، مردم فریب کنند. سومش یک انسانی بای بچه ماشینش یا خانه‌ش مردی کار میورد تعمیر میکنند، حق آنها را نمیتیه. ولی ما این چیزا رو بسیار میبینیم. میگن فلان چون مسجد ساخته، بعد در یک جای دیگه میشینیم میگن آخه همون مرده که بای بچه مسجد ساخته، من به همو حتی بعضی ای کارگراش با خوردم که میگه حق کاری ما رو دیگه نیست. شخصانی که در شهر مسکو هستند می توانند حجامه بگیرند. حجامه برای تمام دردان شفا است، الخصوص سحر و جادو، حسد، چشم، بیماری های قلبی، پرخوابی، بخوابی، بی‌اشتهایی، درد معده و دیگر دردهایی که جسم شما را اذیت می‌دهد. می توانید در رقم‌های روی اکران بوده زنگ زنید و حجامه بگیرید و خود را از درد و رنج با اذن خدا رهایی بخشید. بدونید که در روز قیامت مسجداش فایده نمیکنه. برادر عزیز، بدترین گناه بدونید شما این حق مردم رو خوردن است. در روایت احمد بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صحن مسجد میگه به طرف آسمان نگاه کرد، چشمای مبارک میگه حرکت میکرد، گفت سبحان الله سبحان الله. یک کارد بسیار تعجب کرد. سبحان الله یک کلمه تعجب آور برای مردم عرب است، ولی ما اگر یک کار حیرت آور ببینیم واه میگیم، واه هم سبحان الله است. با اصحاب گفتن که یا رسول خدا برای چی تعجب کردی؟ گفت حال جبرائیل برادر اومد، ذکر رجل قتل فی سبیل الله، یک جوان مرد را در پیشم نقل کرد که در راه خدا جام شهادت نوشیده، 3 مرتبه با آرزوی خود رسید جام شهادت نوشید، لم يدخل الجنه و علیه دین، دیگه نمیمونه جنت داره برای که مردم قرض داره. حالا که شهید در ابو داود روایت میشه رسول خدا رو پرسیدن که حاضر در جنت یگون کس هست؟ الان در جنت هست؟ یا که ها قیامت بشه به هر کس به نامه اعمال و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، ترودو رو میمونه نامه اعمال و ثواب اگر وزنش بود جنت میره، و اما من خفت موازینه فامه هاویه، کسی اگر نامه اعمالش گناهش زیادتر شد او را مادرش هاویه جهنم و دوزخ است. یعنی گفتن گفت بله حالی گفت در جنت هست. گفت چند نفر که گفت النبی فی الجنه و الشهید فی الجنه و الموعود فی الجنه. گفت پیغمبرها در جنتن، شهیدا در جنتن، فرزندانی که زنده بگور شدن در جنتن. اما فرزندای زنده بگور شدگی در زمان مشرکا دختر تولد میکردن، زنده و زنده میبردن در قبرستان اونها رو زیر خاک میکردن. برادرای عزیز، اگر در خانه‌های شما همه خیل گناه باشد پیش راهش بگیرین، وگرنه غضب خدا بالای سرتان میاد. امروز همه ابورت‌های بی‌عذر که در خاندان ما است، کلانتون رو ابورت میکنین، دخترتون رو ابورت میکنین، زنتون رو ابورت میکنین، به عذر شریعت، به فتوای مفتیات اگر همه کار دست بزنین شما جنایتکارین، حکم فرزندکش دارید. امام بخاری در روایت میشه، عبدالله بن مسعود میگه رسول خدا پرسیدم ای ذنب اعظم عند الله، بزرگترین گناه در نزد خدا چیه یا رسول الله؟ گفت ان تجعل لله ندا فهو خلقك، نسبت خدایی که تو یگانه است، تو خلق کردگی، تو میگی که شرک به خدا میاری، غیر خدا رو پرستش عبادت میکنی. یا خدا یگانه الله احد الله الصمد، خدا یگانه میگی نه خدا دو تا، در زمین یا در آسمان. چهل بود پرستا بودن هم خیلی عقیده داشتن. یا الله لم یلد و لم یولد، پدر و مادر کسی نیست، فرزند کسی نیست. بعضی‌ها میگن نه عیسی بچه خدای، نعوذ بالله. خوب بس به خداوند فرزند قائل میشوند، زن قائل میشوند، عائله قائل میشوند، یعنی شرک به خدا آوردن. گفت ثم بعد از این بدترین گناه چیه؟
گفت ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، فرزند خود را میکشی از خوف و بیم و ترس آنه که این تولد میشود و تو فقیر و کمبغلی ای کجا اینا میخورانه میپوشونی. نه مادر بطن مادرت بودی یگون دریچه یگون سوراخی نبود که نفس حتی در آید، نفس آزاد اکسیژن در این 9 ماه کی تو را در اوج نفس داد، کی تو را در اوج شرایط زندگی تو مهیا کرد. وقتی یک تنه تو 4 تاشو در تاجیکستان دیدیم، تا 10 تاشو در روسیه دیدیم که در کانال های روسا نشان داد که یک زن 10 فرزند تولد کرده. یک بار شما اندیشه کنید رزاق آن پروردگار است که در بطن مادر نکم از 9 ماه ما رو در اوج جای داده. او در 9 ماه او رو نفس دادن، او رو حیات دادن، او رو زندگی دادن، در اوج او رو تربیت و تعلیم کردن که آوازی کسی رو نمیشنود، آوازش به کسی نمیرسد. خیلی مشکله. حال به دنیا نه آمده فرزند تو الکه پیستون مادر رزق او رو خداوند 2 ساله 2.5 ساله چه ذخیره کرده. دیدین شما سفید یگان گرد و غبار نداره. الان در قرآن میگه یا بار شما نگاه کنین نمو شیره که مینوشین ای بین چی با میره بیرون میکنه؟ من بین فرسین و دمین، از داخلی نجاست، از داخلی خون و زرداب من یک شیر سفید میبرورم بهتون تا اوجی یگان فیلتر خیتایی موندگی نیست در بطن مادر که آورده در پیستان بیاره با خیتایی رو تعریف کرده بگردید. آورده در پیستان مادر قرارش میتید بین خون و زرداب یگان گرد چیرنه تمام درمانگاه ها میدروی صورت یا مادر در دست یک طفلک زیبا پیستان در دهانش نویستگر. خودی مسلمان و غیر مسلمان قائل به آن هستند که برای آن طفل که شیر مادر میخورد دوای بهترین، غذای بهترین، ویتامین بهترین شیر مادر است. تمام ویتامین ها رو دارد. در زمستان شیرگرمه، در تابستان سلخینه. در 2.5 سال ببینید که ویران نمیشود، نه ترش میشود، نه میبروشه. اگر مادر میدود، اگر مادر خواب میرود، اگر مادر عرق میکند، خنک میخورد، شیر یگان چی نمیشود. و اصطلاح زمانگی هم پرستراش نمیشود. همون خداوند که رزق روزی تمام ما را و فرزندای ما را آماده کرده. الله به خودش میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. شما فرزندان خود را از ترس گرسنگی نکشین، ما هستیم که آنها و شما را رزق میدهیم. مثلا یک انسان پدرش از دنیا میگذره، اگر ما بگیم که رزق ما در مثلا کسی پدرمون از دست پدر از دنیا گذشت 20 سال 30 سال پدر رفته، یک خیلی بودک مادرش تولد میکنه مادرش میبره. حالا سری فرزند میره میگیم که مادرش میبره، یا پدر مادر میبره. اون یک صدمه اتومبیلی شد، پدر مادر میبره، بودک خودش تا کمون با نزدیکی خودش تا نمرده گشتگی تش نگیره. خداوند با واسطه یک کسی که رزق داده رفتار میگیره. زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا یک زن زنا کرد. با اومد گفت یا رسول الله اینی زنیتو، من زنا کردم. با گفت چی بخواهی؟ اريد ان اطهرم، بخواهم که مرا تازه و پاکیزه کنی. وقتی زنی شوهر داده یا که مردا که زن دیگه زنا کنه حکم وای سنگسوره تا مرگ بشه به شریعت. با گفت سلامتیت خوبه سلامتیم. خواهش میکنم مرا رد نگردون. اگر باور نکنی گو من ای همین کار حرام گفت فرزند دارم در بطن، این حامله شدگیم ولد زنا دارم. و پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت اخی حکم تو همینه که باید ما تو رو سنگسار کنیم. اگر حال ما تو رو سنگسار کنیم حیات زندگی فرزند وابسته به حیات تو داره. اگر حال تو حیاتت قطع شود از دنیا گذری وفات کنی این فرزند هم میمره. گفت ما با چی جواب میتونیم برای فرزند؟ راو گفت تو تولد نکنیش نیا و میتونست بره و دیگه نگرده. پیغمبرم جستجوش نمیکرد، میگفت توبه کرده به خدا خودش. لیکن وقتی که رفت بعد از اون 6 یا 7 ماهی که گذشت تولد کرد، فرزند گیری در یک لطه پیچاند و آورد که یا رسول الله اینو گفت تولدش کردم از همون کار حرام اینم فرزند شدگی. اگه بیا من گفت تازه که ما شرمنده در نزد پروردگارم در روی زمین تازه پاکیزه خداوند به زنا فساد کردم. حضرت گفت اخی 2 سال باید از پیستان تو گفت بخورد، رزق روزی در پیستان هیتای. راو گفت 2 سال پس از پیستان رو در شرک جدا کردی با بیاروش
2 سال گذشت میگه آمد و فی یده کسرت من الخبز، حتی در روایت احمد آمده میگه در دست کودک یک گوشت چی هم داد، نان هم داد که بیا بریم با پیغمبر بون نگردونه مرا مادر، بیا بریم در پیش پیغمبر بخو همیرا. میگه اول یا رسول الله این دندان برآورده خودش نان میخوره دیگه، اگه من خواهش میکنم مرا تازه و پاکیزه کن. میگه حضرت گشت مردم خطاب کرد گفتی کی بخواه جنت با همراهی من زندگی کند، همسایه در با دیوار باشه ما دیگر هر روز ببینیم. حضرت عمر میگه اجاش کس گفت یا رسول خدا من هستم که آرزو دارم در جنت همسایه شما باشم، چی خدمت کنم؟ که ولی مادر ایرا گفت ما سنگسار بکنیم، این به مادر میمونه به پدر میمونه، همین کودک بگی گفت سرپرستش کن. حضرت عمر میگه گرفت قبولش کرد، بایر آوردن سنگسار کردن. وقتی سنگسار کردن یک سنگ میگه در چهرهش رسید، خونش به حضرت خالد رسید. به خالد گفت که خدا ترگینه و به همین خونی کثافت حرام بود بدن ما بینماز کرده که پیغمبر شنید. و مهلا یا خالد. خالد گفت خب کن آرام شو، والله قسم توبه صادقانه که این زنه کرده اگر 70 گناهگار دوزخی مدینه رو تقسیمش کنم همه باید به شرافتی توبه همون گفت ای دوزخ آزاد بشون. دیدی که همین کودک به پدر به مادر مون آیا گشنه و تشنه مون جنایت وزنی نه. یه پیشتر همین آدمای کلان در همه یک بار میکنه اگر گاوشون گوسالش بپرتوف یا میمرد یا چقدر غمگین میشه بودن مصیبت میشه در خانه مسلمان تاجیک. ولی کودک غلطاندن افتاندن یه طرف بیسته چقدر غمگین میشدن. نکی امروز چی بالا زده چی در زده که ای خدا نمیترسن دیگه. ولی بعضش میده در همون تلویزیون نشون میداده اوزید میگفته دختره میگفته در کونش بگیرش. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما بشر به ایمسکو علی هون ایمدوس فی التراب. این آیات برای مشرکای زمان پیغمبر که دختراشون زنده بگور میکردن ای دختر راضی نبودن تولد شدن برای آنها نازل شده. اینه که مفسرین کرام میگن هر کسی در هر دور زمان ای تولد دختر خفه بشه و ناریضا میشه و غمگین میشه و انمی آیات برای همام نازل شده. فرزند همش مالی پروردگاره، امانت خداونده، باید خرسند و خوشحال شویم. بعضیا در ناخون فرزند دارن. یک علیشیر عثمانوف در ازبکستان بای بچه‌ها مش میشناسنش چقدر بای پیش ازبکستان است. اگر بعضی بای بچه‌ها ما با یک ماشین 200,000 مثلا اینقدر فوکشون با آسمان برسه یک کسی پسند نکنه و مردک سمالیات شخصی دارد، زواد و فابریکه دارد، تمام مال دنیا را پروردگار یخت دارد، کرابل دارد، ساختمان الیت پیش راستی در اختیار شای. پوتین نگاه کو ما هیچ نباشه یک بار در کرمل قبولش میکنه. ازبک مسلمان است در توجیه ازبکستان است نه که فرزند نداره. تمام مال دنیا رو خدا دادهشه. خدا میگه عثمان رو همه مال دنیا رو میتونم تو فرزند نمیتونم چیکار میکنی؟ ای دست چی میبیویا با کجا داد و فیقانات میرسه کجا شکایت کرده میتونی؟ و غضب خدا رو بالای سرتون نیارین. تولد فرزند حامل شدنی کلانای شما فرزندای شما یا همسرای شما برای شما فخر باید باشه. در روایت خواندم میگه زن مسلمان وقتی که ای حلالی حامله میشده همین ای شوهر حلالی حامله میشده رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه اما مدت حملش چند ماهی که میگذرد به مثل مجاهد در راه خدا ثواب مینویسن شد. همین دخترکای شما حامله شد کلان شما یا همسر شما حامله شد با اونها بفهمونین فخر شما یا که شما خوابین ثواب مجاهد در نامه اعمالتون نوشته. حتی میگه تولد کرد اگر مرد ای دنیا گذشت حکم شهید دارد. اگر زنده مون 2 سال دیگه که شب و روز ایدم همون کودک بیچاره زحمت میکشه ساعت 2 شب کودک گریه میکنه میخواد شیرش میتیا حکم آن ندارد که جهاد کرده در راه خدا. چقدر اجر و ثواب دارد، چقدر فایده های دنیا و آخرت برای